الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، برادر سوال نمودند که آیا در بین ستون ها صف کشیدن و نماز خواندن در مسجد جایز است؟ یا که انسان صف میکشد و در مابین صف منبر هست، منبر صف را میبرد و دوام صف بعد از منبر، آیا جایز است یا نیست؟ بارک الله فیکم. البته حدیث صحیح وارد شده است که این چنین صف کشیدن را منع میکند، یعنی در بین ستون ها نماز خواندن، یا که صف در مابینش ستون هست یا منبر است، یک چیزی هست، تا منبر یا تا ستون صف میکشند و بعد از این با صف دوام مییابد. این چنین صف کشیدن جایز نیست. باید صف مسلمان ها، نمازگزاران، نماز جماعت به همدیگر پیوسته باشد و صف را از همدیگر نه چیز جدا بکند، نه منبر و نه ستونه. باید صف اتصال باشد. بارک الله فیکم. چخیلی که در سنن ابن ماجه حدیث آمده است که رقمش 1002 هست. عن معاویة بن قرة عن أبيه قال كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. و البانی حدیث رو صحیح کردن در صحیح ابن ماجه. از معاویه ابن قره، پسر قره، از پدرش روایت شده است که میگه ما در عهد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نهی کرده میشدیم که در بین ستون ها نماز خونیم، یا که در بین صفمون یگون ستونی یا که منبر یگون چیزی باشد. در این حالت من میشدیم و از این عمل بازداشت میشدیم و به نهایت از این عمل خود را دور میگرفتیم و این حدیث صحیح است. و این چنین امام ترمذی در سننشون با رقم 229 روایت میکنند از عبدالحمید ابن محمود قال صلینا خلف امیر من الامراء، در پشت امیر از امیرها نماز خواندیم. فاضطرنا الناس فصلینا بین ساریتین، مردم بینوات زیاد شدند، قسطه کردند و به همین سبب ما نماز را در بین دو ستون تمام کردیم. فلما صلینا، وقت زمانی که نماز را تمام کردیم، انس ابن مالک به ما گفت کنا نتقی هذا علی عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم، ما در عهد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از این عمل پرهیز میکردیم، یعنی در بین ستون نماز نمیخوندیم، یا که صف را ستون یا که منبر یا که چیزی قطع نمیکرد. و این هم دلالت میکند که البته این عمل منهی عنه است و این حدیث هم صحیح است که البانی در صحیح ترمذی صحیح کردن. بارک الله فیکم. ابن مفلح رحمه الله میگن که و یکره للمأموم الوقوف بین السواری، قال احمد لانها تقطع الصف، یعنی برای اقتدا کننده مأموم اکراه هست، یعنی چی است؟ یعنی از حالت مکروه هست که در بین دو ستون نماز خواند، یا که صف را یگون ستون یگون چیز پیوست شدنش را برد و دارد، یعنی صف میکشد، در مابین صف منبر است و بعد از این با صف میکشد. بعد از این نباید صف کشیده شد تا منبر و بعد از این که جدا شد بعد از این صف نباید کشیده شد، یا که در بین دو ستون نباید صف کشیده شود. بارک الله فیکم. چرا که امام احمد بگن که همین ستون یا که یگون چیزی دیگر از منبر و غیره صف رو انقطاع میکند. در کتاب فرو مجله دوم صفحه 33 ذکر شده است. بارک الله فیکم. اما اگر به نهایت انسان ها زیاد باشند، مثلا در روز جمعه یا که در روزهای عید مردم زیاد باشند، قسطه شود و دیگر علاج نباشد، از سبب ضیق تنگ بودن مکان اگر نماز رو در اینجا انسان ها تمام کنند باکی ندارد. بارک الله فیکم. پس امر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این پیوست کردن صف است. صف همیشه پیوست باشد و نه ستون نه منبری نه چیزی بین صف رو نباید برد. بارک الله فیکم.